نوجوان رو میگن تینیجر. تینیجر از چیه؟ فلسفهش چیه؟ تبارشناسی واژش. اون تینو که ما قرمز کردیم، تین آخر اعداد انگلیسیه که از 13 تا 19 شروع میشه. ایج یعنی سال، سالهایی که ختم میشه به بازه 13 سالی تا 19 سالگی. عمدتاً نسل‌های قدیم و تا نسل ما از 13 سال تا 19 سال نوجوان بودن. حتی در قرن 19 هم کل نوجوانی یک نفر 5 سال بود. الان ماها 6 سال بودیم. سر همین دخترها اون موقع مثلا 9 سالگی ازدواج می‌کردن، 9 سالگی، 10 سالگی، 11 سالگی. شوربختانه یه اتفاق فوق‌العاده نادری افتاده. از حضرت آدم تا الان دوران نوجوانی اینقدر طولانی نبوده. دوران نوجوانی امروزی بسیار زود شروع میشه و بسیار دیر تموم میشه. اینو بگم، ما الان نوجوانی 20 سال طول میکشه. گفتن از 10 سالگی شروع میشه تا 30 سالگی هنوز نوجوانیم.